به شما بینندگان عزیز، باعث افتخاره که در خدمت شما عزیزان باشیم با سری برنامه‌های گام بعدی به همراه خواهر لویز منخوف. خواهر لویز، برای منم باعث افتخاره که کنار شما هستم و میتونم این خدمت رو انجام بدم. ممنونم دانیل جان. وقت شما همینطور وقت بینندگان عزیز بخیر. خوشحالیم دوباره با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. حقیقتا دعا میکنیم مطالبی که اینجا عنوان میشه تو زندگی روزانه‌تون قدم به قدم بتونید اینها رو از این اصول و از این نکات برای زندگی خداگونه زندگی کردن استفاده بکنید. آمین آمین. همونطور که شما عزیزان میدونید داریم سری برنامه‌هایی برای شما تهیه میکنیم که عزیزان در رابطه با گام بعدی است، ولی در رابطه با معجزات عیسی مسیح چندین برنامه است که در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در رابطه با معجزه 5 نان و 2 ماهی که عیسی مسیح تقسیم کرد، شاگردان تقسیم کردن بین افراد و فقط میگه کلام خدا میگه که فقط 5000 نفر مرد بودن و حالا زنها و بچه‌ها که حساب نشدن. امروز میخوام به این معجزه بپردازیم، اما قبل از اینکه بریم سراغ خواهر لویز، اگه اجازه بدید من یوحنا باب 6 رو بخونم، بعد خواهر لویز برامون برکات و مواردی که هستش حتما برای ما بیان خواهند کرد. یوحنا باب 6 آیه 1 تا 15. چندی بعد عیسی به آن سوی دریاچه جلیل که همون دریاچه تیبریه هست رفت. گروه بسیاری از پی او روانه شدند، زیرا آیاتی را که با شفای بیماران به ظهور میرسانید دیده بودند. پس عیسی به تپه‌ای برآمد و با شاگردان خود بنشست. عید پسخ یهود نزدیک بود. چون عیسی نگریست و دید که گروهی بسیاری به سویش میآیند، فیلیپوس را گفت از کجا نان بخریم تا اینها بخورند؟ این را برای آزمایش به او گفت، زیرا خود نیک میدانست چه خواهد کرد. فیلیپوس پاسخ داد 200 دینار نان نیز کفافشان نمی کند، حتی اگر هر یک فقط اندکی بخورند. یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود گفت پسرک اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، اما این کجا این گروه را کفایت می کند؟ عیسی گفت مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود. پس ایشان که نزدیک 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهی‌ها را نیز به قدری که خواستند چون سیر شدند. به شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود. پس آنها را جمع کردند و از پاره‌های باقی مانده آن 5 نان جو که جماعت خورده بودند 12 سبد پر شد. مردم با دیدن این آیت که از عیسی به ظهور رسید گفتند به راستی که او همان پیامبر است که میباید به جهان بیاید. عیسی چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته به زور پادشاه کنند، آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها به کوه رفت. فکر می‌کنم کلی توش مطلب داشته باشه. خیلی خیلی نکات کلیدی هست و تنها معجزه‌ایه که در هر 4 تا اناجیل ازش یاد میشه و نتیجه این معجزه در واقع شروعش بیشتره. بازدهی با چیز کوچیک یک کار بسیار بزرگی انجام شد و ما میبینیم که 12 تا سبد از اضافه ها پر کردن و جالبه که اینجا اشاره میکنه که فقط از نانها از ماهی اضافه نمیدال. توضیح خواهم داد چرا. اولا که 5 نان 2 تا ماهیه. اینا باز مفسرین یه مقدار سمبولیک چیز میکنن که هدف عیسی در اینجا چی بوده. ما میدونیم که 5 زبان عبری کلا زبان عددیه، شمارشیه. هر کلمه یک وزن شماره‌ای داره به اصطلاح و 5 عدد فیضه، اما 2 عدد شاهده. اون وقت 12 تا سبد که پر کردن، اون 12 علامت اداره و حکومته که اشاره میکنه به قوم اسرائیل. به اسرائیل هم نسبت داده میشه، یعنی 12 نه تنها علامت حکومت و اداره است ولی به قوم اسرائیل هم میگن. 12 قبیله اسرائیل، 12 تا در کل به اسرائیل نسبت داده میشه. ما اینجا میبینیم که عیسی خودش رو نان حیات میخونه بعدن
و ماهی میبینیم بعدها نشانه مسیحیان زمان قدیم بود. این یه علامت بود. الان هم میبینید روی ماشینا، رو جاهایی که میخوان در مورد مسیحا به علامت ماهیه. در واقع از این رو به عنوان کد گرفته بودن وقتی زمانی که امپراتوری روم اینا رو زیر شکنجه برد، به توی چیز گلادیاتورها مینداختن، تو چایش چی میگن جلوی شیرا، اینا به شکل مخفیانه تو قبرستونها تو جاهای خیلی دور افتاده جمع میشدن، با این علامت ماهی علامت میذاشتن که کسی که میخواد بره برای جلسه اون میدونست، کد بود در واقع. که اینا نکات در واقع مخفی این معجزه هستش که قابل توجه هم هست. در حال با این اطلاعات یه نشانه هایی که عیسی بهش اشاره میکنه، اگه بخوایم به شکل کلی بگیم که هدف این معجزه و در واقع چیزی که از توی این معجزه بتونیم بکشیم بیرون اینه. میگه به فیض خدا شما از نظر روحانی خورانده خواهید شد، زیرا نان حیات خود را به شما میدهد. اون شهادت کلامش ما رو تقویت میکنه. خب و نان کافی برای تمامی خانه اسرائیل، قوم اسرائیل داده خواهد شد. و باز میبینیم عیسی این واقعه رو به اون من آسمانی که در زمان موسی در وقتی که از مصر بیرون میان، در طول راه اون من بهش میگفتن، قرصایی که به اصطلاح استفاده میکردن برای پختن غذا و کلا خوراکشون اون بود. این واقعه رو به اون من آسمانی، اسمش من بود، من آسمانی تو بیابان تشبیه میکنه و و خودش میگه که اینها یه سایه‌ایه از اون چیزی که باید بشه، نه اون چیزی که هست، از اون چیزهایی که باید بشه. در واقع داره میگه ملکوت خدا تکثیره، ملکوت خدا برکته، ملکوت خدا شاهد بودنه، ملکوت خدا فیضه، ملکوت خدا همه‌گیره، زن و مرد و بچه و چیز استثناء نیست. اینجا جزئیات بسیار جالبی در این معجزه هست که قابل دقت باید باشه. یکی از این چیزها اینه که تو این معجزه ما میبینیم 5 تا نان، 2 تا ماهیه. یادمون باشه یه پسر بچه این ماهی رو آورده و مامانش براش غذا گذاشته، توی فارسی میگیم یغلبه، یه همچین کلمه، اون ظرف نهارش. تو ظرف نهار برای یه بچه چند ساله مادر نمیاد ماهی خام بذاره. این ماهی احتمالاً یا پخته است یا طبق زمان قدیم اگر طولانی چیز بود ترشی میذاشتن یا این رو به اصطلاح شورش میکردن، به یه طریق اینو به عمل می آوردن. ماهی نپخته نبوده، بنابراین چیزی که زنده باشه در ماهی نیست، هیچ چیز زنده نیست توش. این خیلی نکته کلیدیه، چون که وقتی تازه از آب گرفته میشه، طبق هر چیز موجودی به قول معروف آدم میتونه بگه خب بالاخره یه چیزی توش هست، یک امیدی هست، میتونیم یه کاری بکنیم. ولی این ماهی پخته شده باعث تکثیر شده که این خودش که باعث توجه و تعمق این مسئله. در ابتدا ما میبینیم که خب قبل این ما معجزه اون مرد و کنار حوض رو داشتیم، بتهسدا. این معجزه بعد از اون اتفاق میفته، چون که میبینیم عیسی دوباره به جلیل برمیگرده، در منطقه اورشلیم نیست، اینجا برمیگرده به جلیل و میبینیم که توی این فاصله بین بتهسدا، اورشلیم به اصطلاح، و جلیل شهرتش زیاد شده، مردم زیادی دنبالشن. اینو عیسی خودش جمع نکرد، شهرتش پخش شده بود و مردم دهن به دهن میدونستن الان کجاست، کجا میره، جمع میشدن بدون اینکه شاگردان یا خود عیسی حتی کاری در این مورد انجام بده. این شهرت در همه جا پخش شده بود و خیلی دنبالش می اومدن. ازدحام مردم اونقدر بود که عیسی مجبور میشه به شاگردان بگه بریم به شرق دریای جلیل، اون منطقه‌ای که از کوه به اصطلاح قسمت کوهیشه که باشون خصوصی وقت بگذرونه. اینجا عیسی میخواد به شاگردان وقت بده، اما میبینیم که ساعت خصوصیشون زیادی طول نمیکشه و از بین میره این ساعت خصوصی، برای اینکه یه ازدحامی بیش از 5000. حالا وقتی که کلمه 5000 مرد رو میاره، طبق سنت زمان مرد حساب میشده، زن و بچه رو زیاد چیز نمیگردن، ولی میگه وقتی که میگه مرد
ازدحام وقتی میبره یعنی که خیلی بیشتر از این. در حال ما میبینیم که اینها همه میان دنبال عیسی و او رو پیداش میکنن در جایی که بوده. خب حالا عیسی پیشنهاد میده، میگه این مردم شما خوراکش بدید. ما 2 تا جواب داریم اینجا، جواب فیلیپوسه و جواب اندریاسه. ولی تو این چیز میبینیم که 5 تا نان جو، دقیقاً هم میگه نان جو، تأکید میکنه که چه نونیه، و 2 تا ماهی، میگه نزد یه پسر بچه است. من یه چیز رو مطمئنم، شاگردان نمیگشتن تو جمعیت ببینن کی غذا داره، مگر اینکه کسی که خودش غذا داشت عنوان میکرد، چون این همه آدم اومده بودن. از کجا اینا فهمیدن یه پسر بچه 5 تا نان و 2 تا ماهی داره؟ مگه اینکه بچه برگرده بگه که من اینقدر دارم، شاید این به دردتون بخوره. تمایل این بچه این معجزه عظیم رو که در هر 4 تا انجیل نوشته شده میسر کرده. من واقعا این تمایل این بچه برای من تو این معجزه خیلی چشمگیره و این رو به فکرم میرسونه که حقیقتا مثل این پسر بچه هر کدوم از ما، من، شما، بینندگان عزیز، حقیقتا اون چیز اندکی که داریم در زمان ضرورت، آیا حقیقتا حاضر هستیم اینو بدیم دست خدا؟ هر چقدر پخته باشه که بگیم هیچ زندگی زنده نیست این بخوایم که قابل به اصطلاح معجزه باشه، آیا حاضر هستیم این رو بدیم برای کار خدا یه همچین معجزه‌ای اتفاق بیفته؟ به این فکر میکردم که شما داشتید میگفتید که تقدیم و حاضریم که تقدیم بکنیم. داشتم فکر میکردم برای امروز چه چیزهای خود من شخصا دارم که حاضرم که تقدیم بکنم به خداوند و اجازه بدم که خدا اون رو برکت بده و دیگران هم بهره بگیرن از این برکت. میخوام این سوال از شما عزیزان بپرسم، آیا واقعا شما امروز حاضرید که اون برکت، اون چیزی که دارید رو با دیگران تقسیم بکنید، اون هم تو این شرایطی که مخصوصا کشور ما ایران باش دست و پنجه نرم میکنه؟ تا به این سوال شما عزیزان فکر میکنید و جوابش رو پیدا میکنید، یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم و با شما همراه خواهیم. عزیزان خیلی خوش آمدید به برنامه گام بعدی. در خدمت شما هستیم همراه خاله لویز عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه برکت گرفته باشیم. داریم در رابطه با معجزه عیسی مسیح 5 نان و 2 ماهی که فقط کلام خدا میگه 5000 مرد رو اونجا سیر کرد و 12 سبد نان هم آخر سر اضافه بلند. داریم در رابطه با این موضوع نکات کلیدی این معجزه رو با خاله لویز عزیز مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. خاله لویز بفرمایید. بله، داشتیم میگفتیم که تمایل این پسر کوچک چه معجزه بزرگی رو مسبب شد و چطور اون دل کودکانه این بچه با دیدن این که این همه آدم از غذای خودش سیر شدن و مطمئنم بالا پایین میپرید این بچه از شادی، چون شادی یک کودک حقیقتا خیلی خالص و قشنگه. در حال این غذای این پسر بچه بوده که حالا این احتمالاً همونطور که قبلا گفتم این ماهی یا دودی بوده یا ترشی گذاشته شده بوده یا پخته بوده که تقسیم شد. میبینیم در مقابل این هدیه پسر بچه عیسی برمیگرده نسبت به فیلیپوس و اندریاس. یکی داره بزرگی مشکل رو میبینه، یکی دیگه کوچیکی خودش رو داره میبینه. ما اینجا میبینیم که فیلیپوس میگه که این همه پولم به قول معروف این قدم چیز این جمعیت کفاف این بله کفاف نمیده. ببینید چقدر بزرگی جمعیت رو دید. اندریاس برگشت گفت که این چیز کوچک در مقابل این چیه؟ کوچیکی خودش رو دید. 2 تا جواب، ولی
این پسر بچه عکس العملی که نشون داد هر دو شاگردان رو به قول معروف ساکت کرد با اون تمایل و علاقه و خالصی ایمانش به اون شکل کودکانه. در مقابل این هدیه عیسی دستور میده که مردم روی چمن بشینن. بعد این عیسی این غذای کم این بچه رو میگیره، کلام خدا میگه که برکتش میده، شکر میکنه و برکت میده، بعد میده به شاگردان. ما میبینیم که این نون و ماهی تو دست شاگردان تکثیر میشه، پخش میشه و شاگردان سهیم هستن در این معجزه. وقتی که حسابی جمعیت میخورن و سیر میشن، عیسی به شاگردان میگه که اینا رو جمع بکنید و همونطور که کلام خدا میگه 12 سبد نان اینا جمع میکنن. با غذای اندک این پسر بچه عیسی تونست هزاران نفر رو بخورونه. علاوه بر بسیاری از توانایی‌هایی که عیسی داشت، در این معجزه ثابت کرد که خدای مقدار هست، خدای کمیته. یه چیز اندک رو بدیم میتونه تکثیر کنه، خدای مقداره. سایز چیز براش مسئله نیست. آنچه که عیسی میبینه در اون قوه‌ای هست که میتونه تکثیر بشه، میتونه زیاد بشه. در واقع داره در مورد پتانسیل، قوه فعال ملکوت خدا در واقع یک چیزی رو به نمایش میذاره که ملکوت خدا ملکوت تکثیره. یه چیزی هست که توش کم و اندک و اینا نیست، سیری هست، تا به حد سیری خوردن هست، استفاده از برکات خدا هست. ما عکس العمل شاگردان همونطور که گفتیم جالبه، ولی آنچه که اینجا دقت بکنید قابل توجه هست، شاگردان همونطور که گفتم یکی بزرگی مسئله رو دید، یکی کوچیکی خودش رو دید، اما بزرگی خدا رو از قلم انداختن. در طول این مدت با عیسی بودن، شاهد تبدیل آب به شراب بودن، شاهد شفای پسر اون افسر بودن، شاهد مرد کنار حوض بودن و در طول این راهها معجزات دیگه‌ای بوده که تازه یوحنا ذکر نکرده، در اناجیل دیگه هست. اینها شاهد بودن، ولی این شاهد بودن اینها رو به این فکر ننداخت که مثل اون پسر بچه بیاره جلو، برگرده تو فکر خودش که یک کاری میشه، غذای من به یه دردی میخوره. اینها بزرگی خدا رو از قلم انداختن و مضاف به این ما میبینیم که اصلا ایمان بچه در مقابل ایمان شاگردان، من میگم ایمان بچه خیلی عظیم بوده این وسط، کما اینکه مسیح باز در جای دیگه میگه ملکوت خدا از آن این بچه ها هست. اگه مثل این بچه ها بشید، منظورش سادگی ایمان، تکنیک ایمان نه، سادگی ایمان. ما گاهی وقتا تکنیکی میشیم در ایمان، یه مقدار منطق وارد میشه، یه مقدار شک و قوانین روز حاکم میشه، سایه میندازه روی ایمان ما. ولی ایمان یه بچه اینطور نیست. در حال این واقعه یادآور ابتدای خلقت زمینه که از فراوانی و برکت سرشار بود. ما در باغ عدن تصویری که از اون داریم برکت و سرشاری است و هر جا رو یهوه خدا لمس میکرد برکت، نظم، بهبودی توش بود. چون که چرا؟ بعد از هر خلقت خدا چی گفت؟ میگه خدا دید و گفت نیکوست. خدا دید نیکوه. نیکویی خدا برکت، سرشاری، فراوانیه. در ضمن این واقعه یه یادآوری هست از اون صحنه خوراندن قوم با من آسمانی در بیابان در حین خروجشون از مصر و تغذیه مرتب خدا روز و شب، هر روز متداول در طول 40 سال و این برکت همینجور ادامه داشت تا وقتی پاشون به سرزمین وعده رسید، به قول معروف این برکت قطع شد. جالبه که توی این واقعه همطور که گفتیم 12 سبد از غذاها پر شد. عیسی این قدرت رو داشت که به اندازه برای این 5000 نفر اضافه بر 5000 نفر غذا
آماده کنه. در این برکت، در این معجزش این توانایی بود که به تعداد هر کدوم همونقدر باشه و اصلا اضافه هم جمع نشه، ولی تصمیم گرفت بیشتر از اندازه مردم. ما تو فارسی اغلب این خانمای خونه‌دار میگیم دستش، پیمونه دستش یا دلش بزرگه، دستش به زیاد میره. اینجا اتفاقا یه نکته‌ای که خیلی باید بهش اشاره بکنیم اینه که اون در قرن به اصطلاح اول و همینطور ما در چیزی که یوحنای رسول به اصطلاح در مکاشفه دید و تصویری که از مکاشفه داریم، آنچه که در باغ عدن شروع کتاب مقدس و اون چی که در انتهای کتاب مقدس هست، در این دوتا ما میبینیم در مورد زمین و آسمان جدید صحبت میکنه که همون برکت، همون سرشاری، همون فراوانی توش هست و بیشتر از نیاز ما خدا به ما میده. میخوام به بینندگان عزیز این رو بگم، به اون چیز کوچکی که داریم اکتفا نکنیم و انتظار کوچک از خدای بزرگ نداشته باشیم. خدای ما خدای بزرگه، خدای برکت، خدای تکثیره. اگه هم چیزی ازش میخوایم مثل یه پادشاه ازش انتظار داشته باشیم. یه ضرب المثلی هست، میگه یه پادشاهی، فکر کنم یکی از پادشاهان قاجار، حالا اسمش هم دقیق یادم نیست، از کوچه رد میشد یه فقیری رو میبینه و چند تا سکه طلا، یه چیز با ارزش برمیداره میده به فقیر. اطرافیان بهش میگن که حالا چرا این همه سکه به چیز به این یه فقیره، لزومی نداشت این همه طلا بهش بدی. گفت اون فقیره ولی من پادشاهم، به شأن من نیست که من بردارم یه چیز کم بدم. حقیقتا در شأن خدا نیست، در شأن عظمت و پدری خدا نیست که یه چیز رو دقیق اندازه همونقدر که احتیاج داریم بده. همیشه خدا خدای برکت، خدای تکثیره و در این دنیایی که برای ما خلقت کرده خدا این رو مرتب به ما داره میگه خدای فراوانیه، خدای ازدیاد، خدای تکثیره و ما این جنبه از خدا رو، از جنبه مسیر رو ما در این معجزه نان و ماهی میبینیم که کوچکترین هدیه ما باعث بروز بزرگترین معجزه در اناجیل شد. شاید ما به سایز این معجزه تو عقلمون نگنجه، ولی این حقیقت هستش که اگه عیسی رو ما به قلب خودمون دعوت بکنیم، اون ظرفیت روحانی ما رو برکت میده و ازدیاد میده، بیشتر از انتظار ما و زیادتر، برای اینکه به شأنش نیست که یه چیز کم بده. در حال عیسی قلب و زندگی ما رو با هدایای روحانی بسیار، مثل محبت، مثل ایمان، اعتماد، قدرت بخشش رو دست کم نگیریم. اون برکتیه که بعد از ایمان خدا برکت میده، اون قوه بخشش ما رو که ما بتونیم حقیقتا ببخشیم و اینکه زندگی ما رو حقیقتا با فراوانی پر میکنه خداوند. بند حالا نکات خیلی جالبی شما گفتید، میخوام که به یه نکته دیگه اضافه کنم اگه البته شما اجازه بدید. نه، متوجه شدم که چیزی رو دارید یادداشت میکنید. این بود که اینکه خود عیسی مسیح خودش میتونست بره 5 نان و 2 ماهی رو پخش بکنه. بله. این فرصت رو به شاگردانم داد. بله. یعنی با کمال فروتنی، شاید نمیدونم اگه کسی دیگه ای بود، شاید هم خود من بودم، میدونستم که همچین کاری میتونم بکنم، اون غرور آدمو برمی‌داشت، پیشی میگیره، میگفتم بیایید بشینید، مثلا خودم این کار رو انجام میدادم. حتی برای اون برکتی که به دست آورد، میخواست مردم رو اونجا که نشستن برکت بده، سیر بکنه، داره. با کمال فروتنی اجازه داد که افراد دیگه هم سهیم باشن توی این برکت. بله. یعنی اینکه خیلی قلب میخواد موقعی که برکتی داری، یه کاری رو میتونی انجام بدی خودتو، ولی فکر میکنی که دیگران هم شاید بتونن توی این برکت سهیم باشن. خدا کار تیمی رو دوست داره. اگر میخواست انفرادی کار کنه، اصلا نه شاگردان رو انتخاب میکرد، نه به این شکل به دنیا میومد، مستقیم خودش از آسمان همه کارا رو میکرد. ولی شراکت، مشارکت انسان رو در واقع میطلبه، دعوت میکنه ما رو که در این کار، در این ملکوت داره اینو میگه همه شما نقشی دارید، نسبت به هویت خودتون، نسبت به نقشی که در این ملکوت دارید آگاه باشید، با آگاهی قوه خودتون رو بدونید. اگر عیسی رو به زندگیتون دعوت بکنید، اگر واقعا اجازه بدید در هر مرحله او شما رو هدایت بکنه، دست شما رو بگیره، حکمت بده، هدایت بکنه، بی نهایت فراوانی درش هست. آمین که همینطوره.
آمین که همینطوره. میخوام شما عزیزان رو دعوت بکنم امروز با اون اندوخته، با اون چیزهایی که دارید آماده اید که دیگران رو هم برکت بدید. قبل از اینکه به بریک بریم، یه استراحت کوتاه بکنیم، این رو گفتم بهش فکر بکنیم ببینیم آماده هستیم امروز. حتما پول یا اموال ما نیست که باعث برکت دیگران میشه. ممکنه که یک چیزی درون ما نهفته است، یک کاری، یک استعدادی باشه، اونو ببریمش به حضور خدا، بذاریم که دیگران هم برکت بگیرن. آماده هستیم؟ میخوام که با دعا اگه اجازه بدید این برنامه رو تموم کنیم. بگیم خداوندا تو میدانی که ما رو میشناسی، میخوایم دعا کنیم که تو خداوند هر آن چیزی که داریم به حضور تو میاریم، تو برکت بده. اجازه بده که دیگران هم برکت بگیرن. ممنون تو هستیم به نام مسیح. آمین. مرسی عزیزان که با ما همراه بودید. شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان خداوندمون میسپارم. بدرود.